نامادری‌اش 3 بار سعی کرد او را بکشد، اما هر بار یک راز عجیب نجاتش داد. راز یک اسب جادویی. این داستان شاهزاده‌ای که 3 بار تا مرز مرگ رفت، اما هر بار یک اسب جادویی نجاتش داد. سلام دوستان و همراهان گرامی، به کانال هادی وایبز خوش آمدید. من محمد نیکدل هستم. امروز قراره با هم سفر متفاوتی داشته باشیم. سفر پر از جادو، خطر، خیانت و شجاعت. در این ویدیو داستان شگفت انگیز شاهزاده ای را میشنوید که با کمک یک اسب جادویی چندین بار از مرگ نجات پیدا می کند و سرنوشت خود را تغییر می دهد. داستان پر از رازهای عجیب که هر لحظه شما را غافلگیر می کند. امیدوارم از شنیدن این قصه جذاب نهایت لذت را ببرید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. با من همراه باشید. یکی بود یکی نبود، در روزگاران پیش از این پادشاهی بود که بر دیوها حکومت میکرد. این پادشاهی دیوها یک رخش داشت. این رخش هر وقت میخواست بزاید به جایی میرفت که کسی نتواند زاییدنش را ببیند. اما یک روز شاهزاده چیزی دید که هیچ کس ندیده بود. یک روز که رخش موقع زاییدنش بود، پسر کوچک پادشاهی دیوان به دنبال او رفت. دید رخش سر چاهی ایستاد، یک پایش را یک طرف و پای دیگرش را طرف دیگری چاه گذاشت. همین که خواست کره‌اش را از خود خارج کند، پسر پادشاه دیوان کره را گرفت و با خود برد. مدتی از او مواظبت کرد تا کره بزرگ شد. از اتفاق روزگار مادر شاهزاده دیوها مرد و پادشاه دیوها زن دیگری گرفت. زن پادشاه به رخش پسر حسودی می کرد. روزی پادشاه به سفر رفت. زن پادشاه هم بدون اینکه کسی متوجه شود رفت سراغ دعانویس شهر و به او گفت کاری کن که شاهزاده رخش را به من بدهد. دعانویس به او گفت غذای شور بپز و به شاهزاده بده بخورد و در یک کوزه آب چند تا مار بینداز. وقتی شاهزاده غذای شور را خورد تشنه می شود و می رود سراغ کوزه که آب بنوشد. آن وقت مارها او را نیش می زنند و او می میرد و رخش مال تو می شود. رخش به شاهزاده خبر داد که از کوزه آب نخورد. اگر فقط یک اشتباه می کرد همانجا می موند. وقتی شاهزاده غذای شور را خورد ولی آب را از کوزه در کاسه ریخت و نوشید. زن پادشاه که نتوانست شاهزاده را بکشد باز پیش دعانویس رفت. اما این بار مرگ دقیقاً زیر پایش پنهان شده بود. دعانویس گفت یک چاه بکن و آن را تا میانش از نیزه و دشنه پر کن. روی چاه را با یک قالیچه بپوشان و شاهزاده را روی آن بنشان تا درون چاه بیفتد و بمیرد. رخش به شاهزاده خبر داد که روی قالینچه ننشیند. این بار هم زن پادشاه کاری از پیش نبرد. باز زن پادشاه نزد دعانویس رفت. این بار هدف فقط شاهزاده نبود، میخواستند رخش را نابود کند. دعانویس گفت فردا که پادشاه از سفر بازگشت صورتت را با زردچوبه زرد کن، مقداری هم نان خشک زیر پیراهنت بگذار تا با صدای شکستن نانها پادشاه خیال کند صدای شکستن استخوانهایت است. آن وقت به پادشاه بگو دوای دردت گوشت رخش است. صبح شاهزاده به دیدن رخش رفت. رخش به او خبر داد فقط 3 نشانه خواهی شنید. رخش به او گفت میخواهند مرا بکشند. زن بابایت با ملای مکتب دست به یکی کرده اند که نگذارد تو به خانه بیایی. بدان که با شبه اولی که من میکشم در را باز کرده اند، با شبه دوم میخواهند آبم بدهند و با شیهه سوم میخواهند گلویم را ببرند. شاهزاده به مکتب رفت. آنجا نشسته بود که صدای شیهه اول و بعد دوم و بعد سوم را شنید. شاهزاده چیزی به سر ملا که نمیگذاشت او به خانه برود کوبید و فرار کرد و به خانه رفت. دید میخواهند رخش را بکشند. از پدرش اجازه گرفت تا همراه زن پادشاه با اسب دوری در حیاط بزند و بعد اسب را بکشد. پادشاه قبول کرد. او باید همین حالا تصمیم میگرفت فرار یا مرگ. شاهزاده سوار رخش شد و زن پادشاه را هم پشت سر خود نشاند
و از دیار دیوان به سوی زمین حرکت کرد. مقداری که رفتن، زن پادشاه را به زمین انداخت. زن افتاد و مرد. شاهزاده به همراه رخش رفتند تا به روی زمین رسیدند. در آنجا گله گوسفندی دیدند. شاهزاده دیوان از چوپان گوسفندی گرفت، گوشتش را کباب کرد و پوستش را به سرش کشید و مثل آدم‌های روی زمین شد. رخش چند مو از بال خود را کند و به شاهزاده داد و گفت: هر وقت با من کار داشتی، یکی از این موها را آتش بزن، من فوراً حاضر می شوم. اما برای زنده ماندن باید تبدیل به یک انسان می شد. شاهزاده رفت تا به باغ پادشاه روی زمین رسید. در میان همه فقط یک نفر او را متفاوت دید. در باغ دختران پادشاه را دید و عاشق دختر کوچکتر شد. یکی از موهای رخش را آتش زد. رخش حاضر شد. شاهزاده با او گفت: می خواهم سر و وجه و لباسم مثل زمینی ها بشود. رخش رفت و برگشت و هرچه او لازم داشت برایش فراهم کرد. شاهزاده لباسها را پوشید و به باغ رفت. خواهرها آب بازی می کردند. خواهر کوچکتر تا شاهزاده را دید عاشق شد. هفته بعد انتخاب او همه را شوکه کرد. پادشاه به هر کدام از دخترها سیبی داد تا با زدن آن به طرف هر کسی که دوستش دارند شوهر خود را انتخاب کنند. خواهر بزرگتر سیبش را به طرف پسر وزیر دست راست پرتاب کرد. خواهر وسطی سیبش را به طرف پسر وزیر دست چپ پرتاب کرد و خواهر کوچکتر سیبش را به طرف شاهزاده دیوها انداخت. پادشاه با اینکه از انتخاب دختر کوچکش ناراضی بود، اما در مقابل مردم و عشق دختر تسلیم شد. ولی برای او جشن عروسی کوچکتری گرفت. روزی پادشاه امر کرد که دامادهایش به شکار بروند. 2 اسب تیز را در اختیار دامادهای بزرگش قرار داد و به شاهزاده اسبی داد که نمیتوانست خوب راه برود. شاهزاده اندکی که رفت موی رخش را آتش زد و رخش حاضر شد. اما شاهزاده نقشه‌ای داشت که هیچ کس انتظارش را نداشت. شاهزاده سوار بر رخش شد و به شکار رفت و چند شکار خوب زد. اما آن 2 داماد نتوانست چیزی شکار کنند. 2 داماد با دست خالی برمیگشتند که شاهزاده ای را دیدند ولی او را نشناختند. فکر کردند یک شکارچی است. گفتند: ای شکارچی، 2 تا از شکارهایت را به ما بده. شاهزاده گفت: اگر بگذارید بر شما داغی بزنم به شما شکار میدهم. آنها قبول کردند. شاهزاده به هر کدام از آنها داغی زد و سر شکار را برید خودش نگه داشت. 2 داماد شکارها را برداشتند و به قصر آمدند. شاهزاده تا نزدیکی های شهر با رخش آمد و از آن به بعد سوار همان اسب شد که پادشاه به او داده بود. هر 3 داماد شکارهایشان را به زنهایشان دادند تا با آن غذا درست کنند. هر 3 خواهر تمام تلاششان را کردند تا خوشمزه ترین غذا را بپزند. غذای دختر اول و دوم بدمزه بود، اما غذای دختر سوم خوشمزه بود و پادشاه از آن خوشش آمد. نزدیک صبح یکی از نوکران شاه خبر داد نزدیک قصر ساخته شده خیلی قشنگتر از قصر پادشاه. پادشاه چند سوار فرستاد تا ببیند قصر مال کیست. شاهزاده سر و وضع خود را تغییر داده بود تا کسی او را نشناسد. در جواب سواران پادشاه گفت: 2 غلام گم کرده ام، دنبال آنها می گردم. حقیقتی که پنهان شده بود بالاخره داشت آشکار می شد. آنها را داغ زده ام. پادشاه امر کرد همه را لخت کرده ببینید 2 غلام صاحب قصر کی هستند. پادشاه به شاهزاده گفت: دستور داده ام همه مردم شهر را لخت کنند، اما از آن 2 غلام خبری نیست. فقط تاکنون 2 داماد را دستور نداده ام. شاهزاده گفت: ممکن است که این کار را هم بکنید. آخر سر 2 داماد بزرگتر را لخت کردند و دیدند آنها داغ دارند. پادشاه از آنها به خشم آمد و از ارث محرومشان ساخت. شاهزاده هم به کمک رخش خود را به شکل داماد شاه درآورد و هرچه جواهر داشت به شاه داد. شاه سلطنت را به او بخشید و این گونه شاهزاده‌ای که همه فکر می‌کردند ضعیف است به قدرتمندترین پادشاه تبدیل شد. همه اینها فقط به خاطر یک چیز بود: وفاداری.
اگر تو جای او بودی به رخش اعتماد می کردی؟ اگر از این داستان خوشت آمد حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره. ممنون.